تقریبا 40 چند هزار، 45,000 49,000 مبلغ دارند. از آن زکات سپرده می شود که پرسیدم؟ بله، به 45,000 49,000 سامان زکات داده می شود. اگر 49,000 باشد 1225 سامانی زکات است، یعنی 25.5% آن رو می دهند. یعنی ما چند روز پیش هم درباره همین گفتگو داشتیم. 2.5% از آن مبلغی که علاوگی دارند باید که زکاتی مالشان را سپارند. علاوگی به این معنایی که مقصد بعضی ها میگن که ما با این پول خانه خریدنی هستیم، با این پول توی کردنی هستیم، با این پول مقصد حج رفتنی هستیم. میگویم اگر به همین پول 1 سال شده باشد، وقتی که پولتان به نصاب رسید 1 سال شده باشد و شما حال صرف نکردید، حال خانه نخریدید، زکات میدهید، یا توی نکردید خانه میدهید. عین همان روزی سنه که شما زکات واجب شده است، انا همان روز اگر در دستتان پولی نقد باشد و اینچنین در دستی مردم هم بعضی انسان ها قرض داده که هستند به شناس ها، خویش تبار، یار و دوست ها، اگر مدتی آن قرض دراز باشد 10 سال، مثلا به 10 سال قرض حسنه داده باشد، برای او زکات نیست مگر هم سالی که پول را به دست گرفت بعد یک مراتبه زکات میدهد. لیکن به یک آدم به مدت 2 ماه 3 ماه پول دادگی هست، وقتش شدگی هست و صاحب پول را گرفته نمیتواند. به کدام معنا گرفته نمیتواند؟ شرم دارد از جهت یار و دوستی، از جهت احترام همدیگر، خویش و تباری، برای گرفتن شرم دارد. لیکن همین که تی گفت او میتواند داده، در این حالت میدهد. کدامی از آنها میدهند؟ صاحب پول. صاحب پول میدهد. اگر رفت و پول گرفته، یعنی شخص قرضدار وضعیتش بی‌زیب باشد، مقصد پول نداشته باشد، به مشکلی دچار شده باشد، پولی که گرفت در وقتش ادا کرده نتواند، در این صورت زکات برای این شخص واجب نمی شود.